باشی جانم، من یک مامور عادی هستم. ده 15,000 معاش دارم و تو بریدی لیست کلانه بریم دادی که دو عروسی سرش میشه. قرا ایگه باره نزن که ماره پیش خیش و قوم میشرمانی. تو خوش شرم نداری، ماره میشرمانی ها؟ قلندر تو مرا هیچ دوست نداری. سر یک لیست ایدی امرای مادرک مخه جنگ و جنجال داری. تو نامزادم هستی، من تو را زیاد دوست دارم، اما زورم نمیرسه که چیزای زیاد برات بخرم. تبا تبا، ظلم نکنین از برای خدا. بیشی گلوار دختر من برات دادیم او مفلس که نمیتونستی چون نامزاد شدی او بخبلو. بخیز که از خانه میکشمت. الا برای گفتم از خانه برای تا که لیست مکمل ناوردی باز در خانه ما نبیایی. حالا لیلام از به تاوان است، حالا لیلام از به تاوان است. بیاین وسایل خانه مرزان است با دوام است. خوشت نامد پیسه تا پس بگی. بیاین وسایل مقبول و با دوام با قیمت ارزان. حالا سلام قلندر، اینجا چی میکنی؟ غرق شدم، تباه شدم. مرا کی گفته بود که نامزاد شد؟ خیرت باشه، چی مشکل است؟ به خاطر خوشحالی نامزادم خانه خود با آتش زدم. های قلندر بچیم، شیر ما بیا سودا تو چرا پایین میکنی؟ بیا خانه بان که کارگرها پایینش کنه. قلندر تو سلمان خانم هستی. قلندر چی شدی؟ کجا رفتی؟ بیا که در خانه برای چای تیار کردیم. هی او روز لغت زدین مرا از خانه کشیدین. امروز که موتر از سودا بار کردیم چطور چاپلوسی میکنین ها؟ شیر مادر چیز گفتی؟ نه چیزی نگفتم. خیر من میرم که کمی کار دارم. سودا را مکمل آوردیم که باز گیله نکنین. سودایی چی و کار چی؟ و من دو ارزش داری نه سودا سلمان خانمه. بان دیگه ای گپارا، اگه ما به شما ارزش میداشتم یک لیست کلانه بریم نمیدادین. خانه مرا خانگک کردین. این حال موضوع خیش و قوم است. ما از خود آبرو و عزت داریم. سیست بیخی سیست. یک دفعه در خانه ما بیایی باز مکتت کار دارم. آستین که نداشتم، از ما گذشتی، از من و از دل ما یک جا گذشتی. از خود خوشی قلندر نسازه دو دامادتان رو تباه نکنین.